لی روشاوای کردستانی پارتی یکیتیا دموکراتیک پیاده و چکدارن سرو د سربستبردان اندامن رخصتنا داعش و چکدارن گروپن توندر و ین مرتال فرات بردوامن. جگری فرمانده ارتش السوار یا سرچکدارن سوریه دموکراتیک و احمد محمود ابو عراج را گهاند که او 24 چکداران کپرانی آوان ین مرتال فرات ده ایرو سربست بردن. ابو عراج لی سرمال پرا خویا فیسبوک بلاف کریه کوان دست پیشخیری که جبو سربست بردانا گرتین د زندان پیاده ده پیشکشی پیاده کرنه و جبو یکی پیاده و 24 چکداران سربست برده. لی گوری ابو عراج کو افجارا دهان لی سر داخوازوان پیاده چکداران سربست برده ده. دمهای که یاوه ساله دجی پیاده لمن بجورقای 81 گرتین تومتبار به اندامتیا هفکاریا داعش سربست بردان. هروهد هیاما 2 سالین بوری دجی بهتری 800 اندام داعش زندان خواه سربست بردانه. جا آلی خواه واسیلی نیبیزیا نوینر روسیایی هر دم دنتوین یا گرتی در آگهاند که دمها بوریده چکدارین حسده 400 گرتین داعش سربست بردانه و 120 جوان گرتین داعش تفلی حسده بونه. سربست بردانا گرتین داعش و گروپین چکدار هفدمویه که به دهان سیاست مدار و چالکوان کرد زندانین پیاده دنه و پیاده لسر بردوامی سیاست خواهین رواندن و گرتنا کردان رجده. هر وها او گرتین داعش و گروپین چکدار بخواجی بشهید کرن و اشکنج کرن جوانین کرد یه ناوا چکدارین یه پکی و حسده ده تومت بارن.